سلام دوستان مهربان، خواهش میکنم لایک بزنید. وقتی من لایک میگم الله شاهد، من لایک تک کسم کار نمیکنم. پروست یک برادر مهاجری بیکار یا که یک آدمی که صاحب کار کارگر نداره صاحب کار میشه یا صاحب کارگر میشه، نون یا ما ثواب میگیریم. خب این همین رقمایی که میبینید کدمه استای ماشین در کار، فقط استای ماشین بفهمده یا 70,000 اویلکش میتیه خورد خوراک جای خواب رجیسترات اورجینال میکنه، اما حجت های دیگریش خودت میکنی بیپل خورد خوراک جای خود بیپل رجیستراسیون میکنه. خب حسابی هم کارخونه یا که 50 تا 50 کار میکنه یا 100,000 میتیه برای جای زندگی نمیکنه با پگای در کار باش. خب اینم آشی خوب دو تا استای ماشین در کاره، اگر که با 50 تا 50 کار کنیم خیلی میشه. همین رقمو فقط عینون با وجود 88 لایک بنویس بزن، میگن یک کامنتر خوب بنویس. خداوند حفظ ما تاجیک مسلمانیم، یا تاجیک به خدا یک کارخونه میکنه دل من انقدر کلون میشه. با اون خاطر دستگیری و پیش تاجیکستان. سلام علیکم.